متاسفانه خیلی سرقت زیاد شده. هوندا یه سری قفلایی هست میذارن روی هوندا به راحتی باز میشه. من اینو باز کردم، یه قفل دیگه ای میدارم جلوی درد. من اینو کسی که میخوام سرقت نشه موتورش که حالا به حل اگه فقط نتونم بلندش کنن ببرن، اگه بخوان بلند نشه ببرنش ندوزنش. گفتم چی قفلی بخرید و قفل من قدیمیه. خب این قفل کتایی باشه بهتره. این قفل اینجا بذارید، وقتی قفل گذاشتید قشنگ قفل میشه دیگه. درسته؟ خب من یه جوشی هم زدم اینجا سر قفل دید خب بالا پایین نشه. تو فال جوش زدم بهش. قفلای کتابی یه جوشی بذارین اینجا که قفل اصلا بالا پایین نشه، تکون نخوره، یه نتونن کاری که قفل کردید این قفل رو میزنید تموم. بعد دیگه موتور دیگه هیچ جوره دیگه فهمونش دیگه تکون نمیخوره. این از یه راهیه که واسه یه جلوی سرقت موتور گرفتن برای هوندا. موتورها که هوندا هستن خیلی متشکرم. سابسکرایب کنید. خواهش منه که دوباره کارمندای بهتر دروازه موتور بذارم. زنگوله هم بزنید حتما. لطف کردید ممنون که منو حمایت میکنید.